کمپین فعالان بلوچ امروز تصاویری از صحنه‌های درگیری میان مأموران امنیتی و کامیون‌های سوختبر بلوچ منتشر کرده که در آن صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود. این درگیری در شهرک کلاهدوز ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان رخ داده و بر اساس گفته‌های اهالی منطقه در این ویدیوها تیراندازی مستقیم به سوی مردم بوده. مردم بدبخت به خاطر 4 تا بشکه گازوئیل، این هم مزدورای آقای خامنه‌ای. ببینید چجوری فقط سمت مردم شلیک میکنه. ببینید مامورا نگاه کنید تیر میندازن. ببینید چجوری سمت مردم شلیک میکنه. مردم میزنن مستقیم هدف. یا خدا خودش رحم کنه. این مردم بیگناه. خدا خودش رحم کنه. خودش رحم کنه. این ملت چیکار کنه؟ مجبورن. خدا خودش رحم. مزدورای حضرت آیت الله خامنه‌ای. لعنت بر شما. لعنت بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. لعنت بر دیکتاتور. اینجا همه زن و بچه زندگی میکنه. اینجا همه خانواده ان. نه همه مأمورن. ساخت یک مسجد جامع اهل سنت در ایران شهر با فشار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و با همکاری وزارت اطلاعات متوقف شد. کمپین فعالان بلوچ میگوید این اقدام در حالی است که دادستانی، شورای تأمین و شهرداری ایران شهر مجوزهای لازم برای ساخت مسجد را صادر کردند. نور احمد درخوش، شهردار ایران شهر، علت تخریب این مسجد را دریافت نکردن تاییدیه اداره حج و اوقاف اعلام کرده. از سوی دیگر به گزارش وبسایت رسانک امروز عبدالناصر بهادرزهی، شهروند اهل ایران شهر که قصد داشت در جلسه مرتبط با تخریب این مصلی شرکت کند بازداشت شد. رسانک گزارش داده در واکنش به این تخریب فعالین مدنی و مذهبی بلوچ پس از انتشار فراخوانی برای اعتراض به این اقدام عصر امروز در مقابل مسجد نور تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسعود رئیسی، سردبیر وبسایت رسانک، درباره اتفاقهای ایران شهر توضیح می‌دهد. این زمین تقریبا 22 سال قبل به مولوی قمرالدین پدر مولوی طیب ملازعی متولی ساخت همین مسجدی که دیروز تخریب شده هدیه داده شده. این در واقع شورای شهرستان ایران شهر، فرمانداری، شهرداری با حمایت و پشتیبانی نیروهای مسلح و امنیتی شبانه ساعت 2 اومدن و دستهای نگهبان رو اونجا بستن، بهش توهین کردن که به هر حال یک گوشه گذاشتن و تا به کسی خبر نده. صبح روز بعد و این تخریب رو هم انجام دادن. صبح روز بعد شهردار که بلوچ هست، اهل سنت هست، روش فشار آوردن که آقا شما بیا تشریف بیار و بگو که این مسجد به دلیل اینکه زمینش امانی بوده شما حق این در واقع ساخت مسجد رو ندارید، مسجد جامع. این در حالیه که مسجد خود شهرداری قبلا اجازه ساخت این مسجد رو صادر کرده، پروانه ساخت داده بهشون که و اینا میلیون ها تومان اینجا خرج کردن و تا اینکه الان تازه به بعد اینکه مصطفی مهامی نماینده علی خامنه‌ای به بلوچستان اومده فشارها بر اهل سنت بیشتر شده. تقریبا ظهر امروز ساعتهای حوالی ساعت 11 تا 12 یا همین هول و هوش نیروهای امنیتی
و نظامی، یعنی اداره اطلاعات، نیرو انتظامی، سپاه و کلی نیروهای نظامی مسلح اومدن یورش بردن به منطقه کلاهدوز در شهرستان بنپور. اونجا محلایی هستن که سوخت دپو میشه، بهش میگن، به زبان محلی بهش میگن مندی، که اینا رو جمع آوری کنن. مردم اونجا مقاومت کردن. در واقع درگیری هایی که به وجود اومده بیشتر حالت دفاعی از سوی مردم داشته. اینا با تیر و تفنگ به سمتشون شلیک کردن. رژیم در واقع در بلوچستان اشتغال و کارخونه و شغل‌های پایدار وجود ندارن، یعنی زمینه رو برای این کارا فراهم نکرده. بیکارن، مردم بیکارن. از مرز که میتونست به یک فرصت خیلی خوب شغلی برای مردم اون منطقه باشه، یک تهدید ساخته رژیم جمهوری اسلامی ایران از سال 88 که مخصوصا بعد اینکه سپاه پاسداران مسئول تامین امنیت در سیستان بلوچستان از سال 88 به بعد شده. الان هم بیشتر تلاش میکنند که این سوختبری که رژیم اونو قاچاق مینامه انحصاری بکنن. در واقع یعنی کلی مدارک، کلی ویدیو هست که سپاه پاسداران با تانکر داره خودش سوخت رو جابجا میکنه، میبره به مرز به اونور، ولی به سوختبران بلوچی که اونجا از سر ناچاری اومدن وارد این کار شدن، شغل کاذبی که هست میرن انجام میدن، به اونا شلیک میکنه و سالانه شاید صدها نفر زخمی و کشته تو این راه هستن. محمد باقر قالیباف